آنکه منزهی ز ترکیب و ز زوج، عالم همه از محیط جودت یک موج. دارم ز تو امید کرم در همه حال، بالی ز حضیض برگشایم بر اوج. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک شما همراهان گرانقدر، بینندگان عزیز و ارجمند برنامه مثبت سلامت. افتخار این رو داریم که در بخش گفتگوی امروز میزبان منازل پرمهر شما بشیم. اما میهمان گرانقدری در برنامه مثبت سلامت حضور دارند جناب آقای دکتر مصطفی حاجی نصرالله. آقای دکتر حاجی نصرالله متخصص جراحی دامپزشکی و همچنین پژوهشگر و رئیس بخش علوم حیوانات پژوهشگاه رویان هستند. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما آقای دکتر حاجی نصرالله بزرگوار. خیلی خوش آمدید. سلام، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز، همکاران عزیزتون و بینندگان محترم و هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و ممنون از دعوتتون. تشکر می‌کنم. باعث افتخار ماست میزبانی شما و سایر همکاران فرهیخته شما در پژوهشگاه رویان. اما در همین ابتدای برنامه یادی بکنیم از جناب آقای دکتر کاظمی آشتیانی، مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی که بنیانگذار پژوهشگاه رویان بودن و از برکت وجود ایشون و تلاش‌های همکاران سایه ایشون خیلی اقدامات شایسته و بایسته در عرصه علم پزشکی رقم خورد و خواستیم که از ایشون یاد بکنیم، روحشون شاد باشه و همواره راهشون پرره رو. اما در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر حاجی نصرالله. میخوایم در مورد خود پژوهشگاه صحبت کنیم. در پژوهشگاه رویان از ابتدا تا کنون اگر بخوایم در واقع بازنگری بکنیم، چه اتفاقاتی رخ داده، با چه اهدافی بنیانگذاری شده و چه اقداماتی هم در حال حاضر در حال اجرا هست؟ خواهش میکنم. من هم جا داره که واقعا یادی کنم از استاد بزرگ ما مرحوم آقای دکتر کاظمی آشتیانی که واقعا بنده که الان اینجا هستم کارم تو پژوهشگاه رویان و فعالیت‌های پژوهشگاه رویان رو مدیون زحمات ایشون هستیم و مدیون زیرساخت خوبی که ایشون بنا نهادن هستیم و امیدوارم روحشون شاد باشه و حالا در ادامه عرض میکنم که واقعا صرفا یاد کردن از ایشون نیست و باید کارهایی که ایشون انجام دادن رو عرض خواهم کرد. خب پژوهشگاه رویان از سال 1370 تأسیس شده. پژوهشگاه رویان 3 تا پژوهشکده بزرگ داره و با هدف انجام تحقیقات و استفاده از این تحقیقات در بالین و در جهت بهبود سلامت جامعه و افزایش کیفیت در زندگی افراد جامعه فعالیت‌هایی رو داره. 3 تا پژوهشکده داره. پژوهشکده علوم در تولید مثلی که در زمینه استفاده از روش‌های نوین درمان ناباروری تحقیقاتی رو انجام میدن. پژوهشکده زیست‌شناسی و زیست‌شناسی و سلول‌های بنیادی که در خصوص استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های لاعلاج و کم علاج و بحث طب ترمیمی در اصل بیماری‌های مثل سرطان و بیماری‌های مثل سرطان، بیماری‌های مثل پارکینسون، ضایعات نخاع فعالیت‌هایی دارن و همچنین پژوهشکده زیست فناوری ما که در اصفهان در خصوص افزایش در تحقیقات در زمینه علوم دامی فعالیت دارند و در کنار این پژوهشکده ها مراکزی وجود دارند که از این علم تولید شده و نتایج این تحقیقات در بحث بالین و در بحث انسانی از اینا استفاده میکنن، مثل مرکز ناباروری انسانی که در پژوهشگاه رویان وجود داره یا مرکز سلول درمانی که در پژوهشگاه وجود داره یا مزرعه دامی که در اصفهان وجود داره. از این نتایج این تحقیقات استفاده میکنن. به نوعی در اصل ترجمان علم هست دیگه. ما یه علمی داریم، یه تئوری داریم، این تئوری رو در قالب تحقیقات بارورش میکنیم و به علم تبدیل میکنیم و بعد از این علم اگر بتوانیم در مراکز مختلف اون استفاده میکنیم در جهت حالا افزایش بهبود کیفیت زندگی انسان و جامعهمون و افزایش در واقع سلامت انسان، سلامت جامعه. بله قطعاً بله. و خب پژوهشگاه رویان یک پژوهشگاه معتبر و شناخته شده در اصل ملی و در سطوح بین‌المللی هم در شناخته شده هست و در مراکز مختلف وقتی اسم پژوهشگاه میاد
خب میشناسن پژوهشگاه رو و به حال ما میتونیم روابط خوبی هم خدا رو شکر که صاحب همچین اعتبار بین المللی، هم اعتبار ملی و بین المللی هستیم و این از زحمات جناب عالی و مرحوم دکتر آشتیانی و سایر همکارانتون هست. و در اصل بنیانگذار این پژوهشگاه رویان جناب آقای دکتر مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی هستند که ایشون به حال یک زیرساختی رو فراهم کردن که نخبه‌های کشور، جوانان کشور میتونن تو یک محیط کاملا علمی، کاملا دوستانه در کنار هم در رشته‌های مختلف، یعنی از بحث‌های زیست شناسی، علوم پایه پزشکی، دامپزشکی و حتی علوم مهندسی هم تو این زمینه با هم در کنار هم کار میکنن و ما تو پژوهشگاه یک فضای ایجاد شده که یک فضای کاملا خانواده طوره، یعنی ما همه با هم علاوه بر اینکه دوست هستیم احساس امنیت و آرامش داریم تو این محیط کار و انگار تو خونمون داریم کار میکنیم و واقعا این ناشی از در اصل روحیه‌ای بوده که آقای دکتر کاظمی توی مجموعه تزریق کردن و خب من وقتی وارد پژوهشگاه شدم و خیلی از همکاران جوان ما وقتی وارد پژوهشگاه شدن طبیعتاً ایشون متاسفانه ایشون رو ما از دست داده بودیم سال 85 که وارد شدیم، ولی خب از همکاران ایشون و که الان در اساتید ما هستن همیشه خاطرات خیلی خوبی به یاد بازگو میکنن برای ما و میگن که ایشون چه روحیه‌ای داشتن و این روحیه همینجوری انتقال داده میشه و این روحیه به ما انتقال داده شده و ما هم سعی میکنیم به نسل‌های بعد از خودمون انتقال بدیم و فرصت محترم آقای دکتر اگه صلاح میدید از خصوصیات آقای دکتر نقل قول هایی که شنیدید خوشحال میشیم ما و بینندگان عزیز رو آشنا بفرمایید. خاطرات خیلی خوبی که من حالا چند وقت پیش شنیدم از آقای دکتر این بودش که ایشون خیلی مهربون بودن، حتی با زیردستان واقعا با مهربونی و عطوفت رفتار میکنن و در این حال که کاملا جدی بودن رفتارشون کاملا دوستانه و مهربون بوده. یک دفعه یکی از همکارانشون ظاهرا مهمون داشتن، از شهرستان اومدن، جا نداشتن یعنی مهمونا رو پذیرایی کنن ازشون. مهمونم مهموناشو اون صاحبخونه مهمونو که همکار رویان بوده مهمونا رو میاره توی پژوهشگاه و اونجا اونجا میخوابن تو محیط پژوهشگاه. بعد صبحش که آقای دکتر میان و با این صحنه روبرو میشن انقدر آروم وارد و متوجه میشن که همچین چیزی بوده، آروم وارد میشن، کاراشون رو آروم انجام میدن که اون مهمونا حتی متوجه نشن که رئیس پژوهشگاه اومده و واقعا روحشون شاد. این رفتار واقعا و خصوصیت اخلاقی متنوع، حالا در خصوص جدیت تو کارشون و از نظر من واقعا این محیطی که خانواده شده درست کردنش کار خیلی سختیه و واقعا روحیه بالایی میخواد و انتقال دادنش، یعنی این اون از اون سالها تا الان دقیقاً تا الان همه دوستانی که تو پژوهشگاه کار میکنن واقعا اینجوری هستش که یک پژوهشگاه خونه خودشون میدونن، اینجوری نیست که زود کارشون رو تموم کنن برن، یعنی بعد یه کار حتما به نتیجه برسه و سایر افراد تیم هم اگر یک نفر اشتباه بکنه تماما کمک میکنن که اون اشتباه برطرف بشه. دنبال این نیستن که بگن مثلا مقصر پیدا کنن، مقصر کی بوده یا چطوری بوده. این به هر حال از خصوصیت خوب آقای دکتر روحشون شاد باشه، هستش که واقعا روحشون شاد. مرسی که به نیکی یاد کردید و خدا رو شکر که در سرزمینمون همچین بزرگمردانی حضور داشته و دارن همچنان. افرادی که نیک خصال هستن و عاشق واقعی هستن، عشق می‌ورزن به زندگی، به بشریت و به اطرافیانشون عشق رو نثار میکنن، هیچ وقت از یاد نمیرن و به تعبیر حضرت حافظ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ایشان هم نامشون همواره درخشان خواهد بود و در یاد و خاطره های ما جاودان. اما آقای دکتر برگردیم دوباره به صحبت های خودمون. برای خود من سوال هستش که جناب عالی به عنوان دامپزشک چه فعالیت هایی رو در پژوهشگاه رویان انجام میدید؟ خواهش می‌کنم. ببینید خب بخشی از تحقیقات برای اینکه به نتیجه برسه در نهایتش باید بر روی بعضی از حیوانات آزمایش بشه و چاره جزی نیست و این کاریه که تا تمام دنیا انجام میشه و ما به عنوان دامپزشک توی پژوهشگاه رویان و من و همکارانم یکی از وظایف اصلی ما رعایت اصول اخلاقی کار با این حیوانات هستش، چه از لحاظ رفتار کردن، چه از لحاظ بهبود شرایط زندگی اینها که تو چه شرایطی زندگی کنن، چه تغذیه‌ای داشته باشن،
میزان نور، دما، رطوبت محل زندگیشون به چه صورتی باشه، کسایی که با اینا میخوان کار بکنن چجوری باید کار کنن. یک بخش این است. بخش دیگه این است که ما تا جای ممکن از کمک میکنیم به محققین که از روش‌های جایگزین استفاده کنن، از روش‌های کم تهاجمی تر استفاده کنن، از روش‌های نوین دامپزشکی مثل انواع حالا سی اسکن، ام آر آی، رادیولوژی، از این چیزای روش‌های تشخیصی یا روش‌های مثل آنژیوگرافی و اینها بتونن استفاده کنن. اینم باز در قالب کار تیمی. بعضا ما مجبور میشیم از همکاران پزشکمون کمک بگیریم برای برخی از دستورزی ها و در از کم کردن و حالا در نهایت اگر مجبور شدن که با حیوانات کار کنن سعی کنیم که حیوان مناسبی رو بهشون معرفی بکنیم و کمترین میزان استفاده از حیوانات رو تو این تحقیقات داشته باشیم و به این صورت ما بتونیم کمکشون کنیم که این تحقیقات رو انجام بدن. در کنار اینها ما باهاشون همکاری با همکاران دست محققمون کمک میکنیم که در اصل متد و روش خوبی رو برای اون تحقیقشون بچینن، تعدادی که میخوان در نظر بگیرن و حالا اگه دستورزی دارن، کمکی لازم دارن، ما بتونیم توی این زمینه ها بهشون کمک کنیم. زمینه‌های مختلفی رو ما در خصوص کار کردن با این حیوانات داریم. تو بحث حیوانات ترانسجن خب ما موش‌هایی رو تولید کردیم که این موش‌ها در اصل سلولای بدنشون سبز هستش و خب خیلی خوب توی زیر میکروسکوپ میشه تشخیص داد و حتی با تابوندن اشعه میشه اونها رو تشخیص داد. یه سری موشا داریم که تولید شدن و این واقعا فناوری و تکنولوژی خیلی بالایی داشته که اینها به صورت طبیعی کرونا، یعنی اگر تحت تاثیر ویروس کرونا قرار بگیرن دچار بیماری. چقدر جالب. داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که ازتون اینم سوال کنم ببینم در زمینه کرونا هم پژوهشی صورت در خصوص بله ما این موشا رو همکاران من تولید کردم و ما بهشون کمک کردیم که بتونن موشایی داشته باشن که کرونا روشون فعال بشه و بیماری رو ایجاد بکنه. خب طبیعتا روی حیوانات ایجاد این ویروس کرونایی که انسانو درگیر می‌کرد رو حیوانات ایجاد بیماری نمی‌کرد، ولی روی موش این از لحاظ ژنتیکی کاری کردیم که میتونه این اتفاق روشون بیفته. خب خیلی تو بحث واکسن سازی تونست به ما کمک کنه. خب یه سری موشای خاصی رو داریم که سیستم ایمنیشون ضعیف شده یا بعضا سیستم ایمنی ندارن و اینا به صورت ژنتیکی خود به خود ایجاد شدن. ما این رو تو پژوهشگاه نگهداری می‌کنیم برای تحقیقات روی بعضی از بیماری‌ها مثل سرطان‌ها و انواع اقسام سرطان‌ها، چون می‌دونیم که سیستم ایمنی مانع از رشد سرطان میشه، کمک میکنه که سرطان رشد پیدا نکنه، ولی خب اینا وقتی سیستم ایمنی ندارن بیماری توشون رشد میکنه. در خصوص بیماری‌های در اصل لاعلاج جامعه که خیلی الان درگیر هستیم، در خصوص ضایعات نخاع ما پژوهش‌هایی رو همکاران ما داشتن که ما کمک کردیم تو بحث مدل سازی، مدل ضایعات مختلف نخاعی رو داشتیم. در خصوص بیماری پارکینسون همکاران من تو پژوهشگاه به یک مدل از سلول دستیابی پیدا کردن که این سلول میتونه با در از ترشح دوپامین اون بیماری پارکینسون رو از بین ببره. الان تو مرحله انتهای تحقیقات هست و امیدوار هستیم که ما روی مدل پارکینسون داریم کار میکنیم. امیدوار هستیم که به زودی این سلول ها در انسان بشه استفاده بشه. و اینها به حال بزرگ و عظیمی هست و در کلام به سهولت ازش عبور می‌کنیم. دستاوردهای بسیار ارزشمندی هست. شما لطف دارید، ممنون از شما. بله واقعا همکاران من دارن تلاش می‌کنن، زحمت می‌کشن شبانه روزی با همون روحیه تیمی که وجود داره که ما بتونیم به هر حال یک کمکی به مردم کشورمون و حتی بعضا به حیوانات بتونیم انجام بدیم. چون بعضی از این تحقیقات رو ما تو درمان حیوانات هم می‌تونیم استفاده کنیم، یعنی یک جامعه سالم رو بتونیم ایجاد بکنیم ان شاءالله. در مورد نگه داشتن و منقرض نشدن حیوانات چطور دستاوردی داشتید؟ خواهش می‌کنم. در خصوص ما همکاریایی با محیط زیست در خصوص در از حفظ نقشه ژنتیکی یا ژنوم حیوانات در معرض یا در خطر انقراضی که تو طبیعت ما وجود داره، مثل پلنگ، یوزپلنگ، برخی از پرندگان داشتیم. این حیوانات وقتی حالا دچار تصادف می‌شدن یا حالا حادثه‌ای براشون رخ میداد، ما میرفتیم و نمونه پوستشون رو میگرفتیم و همکاران ما تو پژوهشگاه این نمونه پوست رو، نقشه ژنومیش رو استخراج میکنن و حفظش میکنن و در بانکی که ما مخصوص در اصل این حیوانات هستن اونها رو ذخیره میکنیم که در آینده اگر بتوانیم کارهای خاصی بتونیم در خصوص شبیه سازی رو اینا انجام بدیم ان شاءالله بشه کمک کنیم به بحث محیط زیستمون. میدونیم که ما پژوهشگاه رویان به عنوان یکی از مراکز اولین و در اصل جلودار در خصوص بحث شبیه سازیه، چون ما گونه‌های مختلف حیوانات رو
تونستیم شبیه سازیش رو انجام بدیم. در کوچه قامیشلو که پژوهشگر زیست فناوری اصفهان ما این رو تولید کرد و در اختیار یکی از باغ وحشا قرار داد. یا در اصل بحث حیوانات ترانسژن و شبیه سازی شده مثل اون بحث بز شنگول و منگول که ساخته شد و تولید شد و حالا نسل‌های بعدش هم نگهداری شد. خب اینا تکنولوژی هستش که پژوهشگاه رویان واقعا داره و ما میتونیم از این در موارد مختلف مثلا شبیه سازی پلنگ یا یوز پلنگ ازش استفاده کنیم. در خصوص شبیه سازی پلنگ و یوز پلنگ ما این سلولایی که داشتیم، نمیدونم قطعا خاطرتون هست، یه پلنگی بود به نام البرز که این پلنگ در اصل رکورد ایران بود از لحاظ جثه و این خب نقشه ژنتیکیش الان تو پژوهشگاه رویان حفظ شده. یا همین یوز پلنگ‌های فیروز و ایران که متأسفانه اگه اشتباه نکنم یکیشون از دست دادیم یا دوتاشونو، ما نقشه ژنتیکیش رو داریم و تو بانکمون ذخیره شده. ما تونستیم جنین یکی از این یوز پلنگ ها رو درست کنیم و این جنین رو در از همکاران من تو پژوهشگاه رویان اصفهان تونستن این رو به رحم گربه انتقال دادیم و لانه‌گزینی هم صورت گرفت، ولی خب دیگه نتونستیم ادامه بدیم چون این سبک تحقیقات واقعا هزینه خیلی بالایی داره و دیگه به نوعی ملی محسوب میشه. بله، تو بحث کارهای تحقیقات ملی محسوب میشه و واقعا کمک افراد خیر، نهادهای دولتی رو ما نیاز داریم که بتونیم اینها رو هم‌افزایی لازم آقای دکتر. قطعاً هم‌افزایی بشه که بتونیم اینها رو ادامه بدیم و بتونیم در نهایت تو بحث شبیه سازی هم در این زمینه کاری بکنیم، کارهای انجام بدیم. ولی خب در اصل می‌دونیم که بحث شبیه سازی اینه که ما تو طبیعت نمیتونیم رهاشون کنیم. ما تو یک فضاهای در اصل حفاظت شده، پارک‌های حفاظت شده بتونیم اینها رو نگهداری کنیم و حال این محبتی بوده که خدا به ما داده و ما موظفیم به نوعی حفظش بکنیم. آقای دکتر، جایگاهمون در عرصه بین‌الملل در حیطه در واقع شبیه سازی یا سایر در واقع دستاوردهای علمی که در پژوهشگاه رویان شاهد هستیم چطور ارزیابی می‌کنید؟ چه جایگاهی رو داریم؟ خب ببینید، پژوهشگاه رویان در اصل به نوعی در لبه علم در حال حرکت، یعنی حالا تو برخی از تحقیقات واقعا پرچمدار هستیم. ما از لحاظ علمی و از لحاظ نیروی انسانی واقعا چیزی کم نداریم. ما بیشتر ضعف ما به تجهیزات و امکاناتیه که لازم داریم برخی کارا رو انجام بدیم. خب اینا اگر که تجهیزات وجود داشته باشه، امکانات وجود داشته باشه، ما خیلی سریعتر هم میتونیم پیش بریم. خیلی از تحقیقات مثلا امروز در دنیا انجام میشه، چند وقت بعد در پژوهشگاه رویان نتایجش منتشر میشه که انجام داده شده. همین بحث پارکینسون خب خیلی نیستش که تو دنیا چند تا کشور دارن انجام میدن و ما تو ایران داریم انجام میدیم و به زودی هم به انسان انتقال میدیم، ولی هنوز تزریقی یعنی پیوندی به انسان داده نشده. ما تو مرحله هستیم که به زودی انشالله به انسان انجام میدیم. یا در خصوص تحقیقات مختلف عرض کردم این بحث بیشتر مشکل اساسی ما این بحث تجهیزات و امکانات و بحث مالی مطرحه دیگه. شما خب به هر حال محققی داره فعالیت میکنه، احتیاج داره که لحاظ مالی تامین باشه که فکرش درگیر جای دیگه نباشه و تمرکز داشته باشه رو اون کاری که داره انجام میده. آزمایشگاهی که بدون تجهیزات واقعا سختم هست در این حال و تجهیزات واقعا حرف اول و آخر انجام میده. یه کاری که مثلا ما باید در طول مثلا چند ساعت انجام بدیم با یه تکنولوژی شاید در عرض چند دقیقه بشه انجامش داد. خب در دسترس است. البته محققان خیلی دارن تلاش میکنن که اینا رو بومی سازی کنن، بسازن. از نظر تجهیزات بومی کشور به چه صورت هستین در حوزه علم در واقع شبیه سازی و بحث پژوهش‌هایی که در حیطه علاوه تکنولوژی که خب عرض کردم ما تکنولوژی چیزی یعنی تکنولوژی علم اون کار چیزی عقب نیستیم، ولی خب همین برخی از حالا تجهیزات لازم هستش که وارد بشه، ولی برخی هم همکاران داره تلاش میکنن که بسازن. ما هم یک دستگاهی رو درست کردیم برای بحث ضایعات نخاع که خب اون مدل خارجیش خیلی گرون بود، در اختیار ما قرار نمیدادن. ما اون رو تونستیم تو ایران بومی سازیش بکنیم و درستش کنیم. خب اینا چیزایی بودش که خب اتفاق افتاد در پژوهشگاه. از نظر مقالات چطور؟ از نظر پژوهش‌هایی که انجام میشه حالا به صورت تئوری اگر بخوایم بدونیم که جایگاهمون در دنیا به چه صورت هست، چه تقریبی رو بیان می‌کنیم؟ علاوه آماری خب الان اطلاعات دقیقی ندارم ولی که بتونم آمار دقیق بگم، ولی خب
مقالاتی که در کشور در پژوهشگاه رویان چاپ میشه همه ایمپکت های بالاست و همه همکاران ما در تلاش هستن که تو مقالات بالاتر بتونن کاری رو انجام بدن با استفاده از تکنیک های بروز، با افزایش در از سطح علمی اون مقالات سعی میکنیم که مقالات رو بروزتر در سطوح بالاتر و قابل رقابت با خارج از کشور بتونیم این مقالات رو چاپ کنیم و در مجلات معتبر دنیا داره این مقالات چاپ بسیار همالی. خدا قوت و دست مریضات عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی همکاران تلاشگرتون در پژوهشگاه رویان. باز هم یاد و خاطر جناب آقای دکتر کاظمی آشتیانی رو گرامی می‌داریم. اما آقای دکتر حاجی نصرالله بزرگوار اشاره کردید به کمبود تجهیزات. فکر می‌کنم فرصت مغتنمه با توجه به اینکه رئیس جمهور محترم پزشک هستند و اشراف دارن به در واقع عالم پزشکی و حرفه پزشکی، حیطه پژوهش، درمان، فرصت مغتنم است اگر مطالبات خاصی که کمک کننده و راهگشاست برای تحقیقات شما برای اینکه در واقع به سلامت بشریت و جامعه ایرانی و اسلامی کمک بیشتری بکنیم بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب ببینید تو پژوهشگاه اون اول که واقعا راه اندازی شد تو بحث زیرساخت‌ها برای نگهداری خب این حیوانات ما یک فضای خیلی کوچیکی رو داشتن و یواش یواش با افزایش علم و پیشرفت علم این فضا پیشرفته‌تر و بزرگتر شد و به هر حال زیرساخت‌هایی بود و در کنار اون زیرساخت‌ها تونستیم فضاهایی رو تهیه بکنیم که بتونیم این حیوانات رو نگهداری کنیم. ولی خب از طرفی واقعا این فضاها بعضاً احتیاج به تکنولوژی هایی داره که ما بتونیم یعنی خدمات بهتری رو به محققین ارائه بدیم و این تکنولوژی ها واقعا تکنولوژی که به روزه و قیمت های بالایی دارن و تهیه اینا برای خب بخش پژوهشگاه خیلی سخت خواهد بود. البته الان نوید رو اینو میدم که در آینده ما یک مرکز ملی تحقیقاتی رو راه اندازی بکنیم در سالهای آینده که تو اون سعی شده تکنولوژی ها استفاده بشه، ولی خب به هر حال در دسترس بودن اینا خیلی اهمیت داره و حتی در امکاناتی رو در اختیار صنعتگرای ما داده بشه که بتونن اون وسایل و اون تجهیزاتی که ما میخوایم رو تهیه بکنن. الان با همین سواد بچه‌ها، با همین امکانات محدودی که ما داشتیم واقعا تونستیم امکاناتی رو فراهم کنیم که خدمات خوبی ارائه بشه هم به محققین هم به در اصل حیوانات نگهداری فضای خوبی داشته باشن، ولی باز با این حال نقص هایی داریم که با بودجه درست با امکانات درست‌تر ما میتونیم واقعا، چون سوادش رو داریم، واقعا علمش رو داریم، همکاران خوبی داریم، افراد نخبه هم داریم، ولی واقعا این بحث مطرحی که لحاظ مالی و لحاظ تکنولوژی یه مقداری ان شاء الله این حمایت از سوی هیئت دولت و رئیس جمهور بتونن کمک کنن که واقعا ما بتونیم تو این زمینه کمک کنیم. ان شاء الله آقای دکتر پزشکیان حتما این مسئله رو لحاظ می‌فرمایند و هیئت دولت محترم هم همینطور حمایت لازم رو صورت میدن. اما آقای دکتر چشم‌انداز آتی پژوهشگاه رویان رو چطور می‌بینید؟ خب همکاران من تو پژوهشگاه رویان خیلی دارن تلاش میکنن واقعا در لبه علم حرکت کنن و از علم عقب نمونیم. تمام تحقیقاتمون در همین راستا هستش که واقعا بتونیم کمک خوبی به مردم جامعهمون انجام بدیم. در همین راستا یک عرض کردم خدمتتون یک مرکز ملی داره راه اندازی میشه که امیدوارم به زودی این انجام بشه و مرکز ملی ترجمان فرمودید؟ مرکز ملی ترجمان علم بله که بخش‌های مختلفی داره، بخش آزمایشگاهی داره، بخش‌های درمانی داره، حتی تو بحث حیوانات و از این علم ما بتونیم استفاده کنیم. بخشیش متعلق به خود پژوهشگاه رویان و بخش دیگر تمام افراد نخبه سراسر ایران و حتی سراسر دنیا اگر بخوان کار تحقیقاتی انجام بدن و اون تحقیقات ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشد میتونن بیارن توی این مرکز و توی این مرکز انجام بدن. به خاطر همین ما اسمشو ملی گذاشتیم که واقعا در دسترس امکاناتی که حالا موجود هست، امکاناتی که فراهم شده در دسترس تمام محققین کشورمون قرار بگیره. امیدواریم به زودی این مرکز راه اندازی بشه. در بحث بیماری پارکینسون عرض کردم خدمتتون خب یک فناوری جدیدی امیدوارم که بشه داره انجام میشه کار آزمایشگاهش. امیدوارم به زودی ما بتونیم به انسان انتقال بدیم. تو بحث سلول درمانی، استفاده از سلول ها تو بیماری‌های خاص، به هر حال
اینا چیزایی هستش که پژوهشگاه دارن، همکاران من دارن فعالیت میکنن که امیدوارم به زودی بتونیم ما به انسان انتقال بدیم این انشالله این دستاوردها رو هر چه زودتر و سریعتر ما در عرصه انسانی شاهدش باشیم و چالش هایی که مربوط به سلامت هموطنان عزیزمون هستش به بهترین شکل ممکن توسط شما دستان شفابخش و معجزه‌گر شما پزشکان و اطباء که تلاش میکنید همواره سلامت رو به جامعه اشاره بدید انشالله رقم بخوره. اما سخن پایانی، ثانیه‌های پایانی هستیم. خواهش میکنم. من هم واقعا از مسئولین محترم واقعا تقاضا داریم که کلیشه‌ایه ولی واقعا نیاز هست وقتی کشوری با این جوانای نخبه با این سطح علم و سواد بتونن حمایت کنن. بله متشکرم. سلامت باشید. خیلی لطف کردید. از تشریف فرمایید. سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. بخش بعدی در خدمت شما خواهم بود.